در حیات القلوب یک قصه یادم آمد، کتاب فارسی ما و شماست، از شیخ برسیسا حکایت میکنه که شیخ برسیسا را میگه خیلی عمر طولانی داشت، با یک روایت میگه 400 سال عمر داشتن، یعنی امتهای پیشین بود. 60,000 مرید داشت میگوید، بسیار عابد بود، بسیار شیخ کلام بود. حتی میگه چنان عبادت های داشت که فرشته های الله به سوی الله ذکر او را میکردن که پروردگارا چگونه یک بنده صالح داری. خداوند میگفت آن علمی را که من دارم شما نمیدانید، انا همین برسیسا از دنیا به ایمان میرود. همین برسیسایی که میبینید در عبادت او تعجب دارید، مفتون عبادت او شدید، انا همین برسیسا به ایمان میرود. فرشته ها گفتن پروردگارا آن چیزی را تو میدانی ما نمیدانی. باره میگه شیطان خودش را به صورت یک انسان در آورد، شیطانی که دشمن انسان است خودش را به صورت یک انسان در آورد و دروازه شیخ برسیسا را تق تق کردند. حضرت برآمدند، دیدن، گفتن خدمتی هست. گو میخواهم که در همون عبادتگاهی که تو داری خدا را عبادت کنم. من تو را بسیار دوست می‌دارم، بسیار احترام میکنم، بسیار آدم مشهور و معروف هستی. شیخ برسیسا گفت مرحمت، گفت محراب خالی است، عبادت کن. 3 روز شیطان در این خانه برسیسا میگوید عبادت کردن. این قصه را من برای چی میارم؟ برای که همون انسانایی که مردم حقیر میشمارند، مردم ناپسندی میکنند، به مردم توجه ندارند، چه از حساب پولداریشان، چه از حساب نسب و اجداد و شیخ و ملا بودنشان، من به او خاطر میارم که از خاتمه ترسیدن در کار. میگوید 3 روز شیطان در محراب شیخ برسیسا خدا را عبادت کرد. شیخ برسیسا عبادت های او را دید، خود در حیرت ماندند و از او پرسان کردند چه عبادتی عجیب داشته ای؟ من اینقدر خدا را عبادت میکنم، لکن در یک عبادتی تو گفت عاجز آمدم. گفت در کدام عبادتم؟ گفت 3 روز تو نه آب خوردی و نه طعام خوردی. شیطان نمیخورد. گفت این کاری آسان است. گفت اگر خواهی گفت به این منزلت هم میرسی. گفت چیکار کنم؟ گفت من یک انسانی بودم، یک گناهی وزنی کردم. شیطان گفت اون گناه را گفت به زبان آوردن قدرت ندارم، لیکن یقین دان شیخ برسیسا هر گناهی که کنی خدا میبخشد تو را. چخیلی که امروز شعار هست، همون جوانی تا به عشق و به لذت های دنیا گذران پیر کشیدی، بعد عبادت کردن میگیری، حالی نمیدانی که به پیری میرسی یا نمیرسی. آیا میدانی که از ساعت پس بعدی تو چی می آید یا چی نمی آید؟ ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا. خدا میگوید هوشیار شوین، شما نمیدانید که پگاه به سر شما چه آمدنی است. تو پگاه نمیدانی در روی خط مرده ها هستی یا در روی خط زنده ها. فردا تو نمیدانی در روی خط بیماری ها هستی یا در روی خط تنصیحات ها. این تو نمیدانی. گفت این آسان است. گفت چه خیل کنم؟ گو یک گناه کو و یقین دان که خدا گناه تا می بخشد و تو آدم خدا ترس هستی. از خوف گناه، چنان گناه برو همون خوف گناه چنان در دل تو اثر میکند که دیگر تو خوردن و نوشیدن فراموش میکنی. شیخ برسیسا تقدیر الهی گمراه شد در این سخن شیطان و گفت چی گناه کنم؟ گفت از همه گناه های کلان زنا هست، زنا کن. گفت نه، گفت من زنا نمی کنم. گفت زنا کی نکنی؟ گفت یک انسان قتل کن. گفت نه، گفت با این شم گفت دست نمی زنم. گفت خیلی از همه در عادی ترینش گفت همین عرق هست، عرق نوش، خمر خور و بعد این توبه کن و خداوند چنان خوف را در دل تو جا میکرد که دیگر نه خوردم به یادت میزند و نه نوشیدم. گفت از کجا خورم؟ کجا در شراب میفروشند؟ رنگ امروزه جامعه ما و شما در هر دکان عرق نبود. در هر یک قدی کوچه یک بشکه پیوه نویساندگی سویجی پیوه، او از سر سبیل بیمانه و سویجی.
حالی میفهمی بعد سویجش چی است. وای به حال هم مسلمان هایی که اینا میفروشن، وای به حالتان. پیغمبر خدا چی گفتن؟ شما زردابی از فرجهای زن دوزخی را می نوشید در روز قیامت. بعد میبینی که کلامش سویجی هست. در هر قدی کوچه و در هر دکان این گونه عرق فروشی نبود. امروز من حیرت نمیمانم، باور کنید مسلمان عرق فروش است. مسلمان در معرکاش عرق میدهد، مسلمان عرق خور، مسلمان دزد، مسلمان خیانتکار، مسلمان دروغگو. از این چی گونه مسلمانی باشد؟ آخر شما یک بار آدمو بود پرستای خیتای عبرت گیرید، همونها را ببینید، همون بود پرستیشان در چند قدر صادقند. یک بود در پیشان همون لباسهای زرچون پوشیدگی و سرها تراشیدگی از سر تا بگاه در بیخ همون بود نشستگی هم را عبادت بکنند. یا مسلمانی کامل شو، یا اسلام و تو آری مسلمان احتیاج ندارد، هیچ احتیاج ندارد. گفت از کجا نوشم؟ شیخ برسیسا گفتند، گفت به فلان قریه می روی، در فلان مکان گفت خمر وجود دارد. شیخ آمدن همون خانه در آمدن و عرق نوشیدن که مست شدن. وقتی کوچه بر آمدن نگاه کردن که یک زنی خیلی صاحب جمال دیدن، تیز از پی وی رفتن. این پیغمبر خدا بیهوده نگفتن که عرق مادر همه گناه هاست. همین عرق نوش دیگر در همه گناه ها آسان است در آمدن. از پی همین زنی خوش جمال شدند. وقتی در خانه در آمد این زن، از پسی وی در آمد و یکی یک باره میگد بالای این زن حمله کرد. آدمی مست میگد این زن تجاوز کرد. همین زمان بود که شوهرش در آمد. میگد برای آن که شرمنده نشود، میگد مشت میگد در بالای سر این شوهر زن زد و او را در زمین افشانید و او را قتل کرد تا که آوازش نبراید. شیطان در حال میگوید نزد پادشاه آمد، خودش به صورت انسان در آورد و گفت میدانی در فلان خانه گفت فلانی گفت فلانی را هم زنا کرد، هم عرق نوشید، هم وی قتل کرد. گفت پادشاه در حال دستگیر کردن، شیخ آوردن. میگوید 80 تازیانه برای عرق زدن، 80 تازیانه دیگه برای زنا زدن و گفتن نزد دار بریم برای که انسان قتل کرده است اینه در دار آویزان کنیم. وقتی نزد دار آوردن، شیطان میگوید در حال نزد شیخ آمد. گفته شیخ گفت اینقدر سال عبادت کردی، 400 سال خدا تا عبادت کردی، اینقدر مریدها، چی خوش می شود که از همین زیری دار ترا من خلاص کردانو. گو راه دارد؟ گفت بله. گو مرا یک سجده کن تمام، من تو را گفت از اینجا خلاص میکنم. گفت آخر گردنی من بند دارد، چه خیلی من تو را سجده کنم؟ گفت با همین سرت اشاره کن قبول است. گفت شیخ همین سرش اشاره کرد، شیطان عبادت کرد. شیطان گفت یقین دان ای شیخی من شیطان هستم، من دشمن تو، دشمن قرآن و دشمن الله هستم. میگوید از پیش اون ناپدید شد و خداوند این شیخ هم میگوید در روز قیامت در زمره همون عرق نوشها در زیر بیرق همین برسیسا سر میبردارند. این از خاتمه یکی از دوستان خدا. باید انسان خاتمه را فقط انما الاعمال بخواتمها، حبیب خدا میگوید این از جز از این نیست که فقط خاتمه اعتبار است، نظر که خاتمه شما چگونه انجام مییابد. و این باید ما و شما ننازیم. باید که بهترین اخلاق ما و شما داشته باشید، فعلهای پیغمبر را داشته باشید.